ببین رفیق، الان مغزت داره باهات بازی میکنه و میگه یه اسکرول دیگه، یه ویدیوی دیگه. ولی همین جمله است که سالها آدم‌ها تو همون چرخه تکراری نگه میداره. ما فکر میکنیم اعتیاد یعنی مواد، سیگار، الکل. ولی واقعیت اینه. اگه بدون گوشی کلافه میشی، اگه وقتی تنها میشی فوری میری سراغ پورن، اگه وقتی استرس داری پناه میبری به خوردن یا بازی کردن، این یعنی داری از یه چیزی فرار میکنی. و هر چیزی که تبدیل بشه به فرار میتونه اعتیاد باشه. داستانش خیلی ساده است. وقتی یه کار لذت بخش فوری انجام میدی، دوپامینت یهویی میره بالا و بعد از چند ساعت دوپامین یهویی سقوط میکنه و این شکلی خسته، بی‌حوصله و بی‌انگیزه میشی. و مغزت میگه پاشو دوباره همون کارو بکن تا حالت خوب بشه. و این چرخه تا وقتی شکسته نشه ادامه داره. برای ترک این عادتهای بد چند تا قدم رو با من همراه شو. قدم اول، خیلی صاف و صادق باش. از چی نمیتونی دل بکنی؟ گوشی، بازی، خواب زیاد یا چرخیدن تو اینستاگرام. تا زمانی که قبول نکنی چی داره زندگی تو میخوره، هیچ قدمی شروع نمیشه. اما قدم دوم، جایگزین سالم برای دوپامین. آدم‌ها معمولاً یک اشتباه طلایی میکنن. میخوان یهویی همه چیزو قطع کنن. ولی مغزت دوپامین میخواد. اگه جایگزین ندی، خودش دوباره میکشونتت سمت همون عادت قبلی. پس یه کار پیدا کن که آروم و طبیعی بهت دوپامین بده. ورزش کردن، مطالعه کردن، یادگیری یه مهارت، نقاشی، موسیقی یا حتی وقت گذرونی با آدم‌های واقعی. این کار باید اونقدری خوب باشه که کم کم جای چیزای قبلی رو بگیره. اما قدم سوم، یه هدف بزرگ پیدا کن. گاهی اعتیادت اونقدر قویه که حتی ورزش هم حریفش نیست. اینجاست که باید یه هدف واقعی داشته باشی. یه چیزی که اونقدر ذهنتو درگیر بکنه که دیگه حتی وقت فکر کردن با عادت‌ها رو نداشته باشی. برای من ساخت کانال یوتیوب این نقش رو داشت. کم کم اونقدر درگیر شدم که بازی کردن برام بی‌معنی شد. تو هم باید یه هدف انتخاب بکنی. ساختن یه پروژه، یه رویا، یه بیزینس، یادگیری یه مهارت سنگین. چیزی که ذهنتو کامل درگیر خودش کنه. اما قدم چهارم، حالت رو درست کن. واقعیت اینه ما معمولا وقتی حالمون بده میریم سمت عادتهای بد. وقتی تنها، خسته، افسرده یا بی‌انگیزه ایم، مغز دنبال یه مسکن فوری میگرده. پس باید حس و حالت رو بهتر بکنی. مدیتیشن حتی 5 دقیقه، ورزش، حرف زدن با یه دوست خوب، شوق‌گذاری، خواب کافی، این کارو باعث میشه اصلا نیاز به فرار نداشته باشی. و اما قدم پنجم، هویتت رو بساز. این قوی ترین قسمته. اگه خودتو آدم معتاد به بازی ببینی، ناخودآگاه همون رفتار رو ادامه میدی. ولی اگه خودتو کسی بدونی که زندگیشو قرار جمع و جور بکنه، تصمیماتت هم همونطوری میشه. این 5 تا قدم ساده دقیقاً مثل قطع کردن جریان برقه. فقط 30 روز به خودت مهلت بده و این چند تا نکته‌ای که بهت گفتم رو اجرا کن تا خودت شگفت زده بشی. خیلی ممنونم که در مسیر آلفا با مستر آلفا همراه بودید. ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو ساب بکنید. تا ویدیو دیگر از مستر آلفا. خدا نگهدار.